سلام و درود خدمت شما دوستان ورزش MMA. خوش اومدید به کانال خودتون. بریم سراغ بررسی مسابقه نصرت حق‌پرست، نماینده خوب کشورمون در سازمان UFC. پا از حریف، چپ و راست از حق‌پرست، جب از حریف، جواب از حق‌پرست. چپ و راست بادیشاپ از حق‌پرست، یه پا دفاع ضد حمله، دوباره پا و جواب از حق‌پرست. جواب در جواب ضد حمله. جب راست، حالا جب کن، دوباره جب، یه پا، چند ضربه دست از حق‌پرست. جب یه هوروند خطرناک رامبا کیک، حمله ضد حمله، یه جب مستقیم، ضربه آپر، حمله ضربه چرخشی میفته زمین، جواب از حق‌پرست. ضربات سرعتی پشت سر هم، عجب سرعتی داره حق‌پرست، نگه ول میکنه. دفاع لوکیک، جواب راست هوک، چپ و راست از حریف، هوک راست از حق‌پرست، کله رو جابجا میکنه. ضربه خوبی زد حق‌پرست. نصرت در ضد حمله خوب کار میکنه، به محض ضربه حریف خونسا میشه، ضرباتشو مثل موشک پرتاب میکنه. چپ راست، جب راست، حریفش کلافه کرده، نمیتونه هیچ کار از پیش ببره. یه حمله بیالوجون از حریف، پارو میگیره، ضربه میخوره زمین، بلند میشه. بیشتر مسابقه رو دوست دارن ایستاده ادامه بدن، خیلی نمایش خوب از خودشون تا حالا نشون دادن. خونی هم شده حریف حق‌پرست، ولی رو بجلو کار میکنه، میدونه که امتیازش خیلی عقبه. حالا یه تکدون خوب از حق‌پرست، عجب تکدونی کرد، حریفش سعی میکنه بلند بشه، تو خوب موقعیت اقدام به زیرگیری کرد، واقعا زیرکانه عمل کرد. دوستان عزیزم کانالتون رو حمایت کنید تا ویدیومون دیده بشه و ویدیومون رو از دست ندید، ممنون. حالا یه تکدون خوب، پایان راند آخره، نصرت میدونه برنده شده و کاملا کنترل میکنه حریفشو. حریفش با تمام تلاشی که داره سعی میکنه بلند بشه، ولی حق‌پرست اجازه رو نمیده بهش. اینم پایان راند آخر. ببینیم برنده مسابقه کی خواهد شد. خوشحالی حق‌پرست با اعتماد به نفس بالا. این طرف حریفش ناامیده، میدونه که کتک زیاد خورده. بله، برنده مسابقه نصرت حق‌پرست با رای متحد داوران. و اینجا هم سپاسگزاری میکنه از خدای خودش. میرویس حسینی هستم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون باشه.